مرتبط با زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی. خب می‌دونی که سالگرد زلزله اسکله و سرخوردی ذهابه و خاطر همین تصمیم بر این شد که دوستان ما در انجمن علمی دانشجویی جغرافی دانشگاه رازی یک نشستی رو برگزار کنند و رو بحث‌های زمین‌شناسی و ژئومورفولوژی زمین لرزه و موارد چنینی کار کنند. ما تو سال‌های قبل هم هر سال یک موضوعی رو برای صحبت کردن انتخاب می‌کردیم و امسال این موضوع رو آقای دکتر بهرامی انتخاب کردن که موضوع خیلی جالبی هم هست. ایشون تو این حوزه خیلی کار کردن و حوزه مشابه و افتخار می‌کنن که به قول معروف بیان و ما بتونیم از تجارب ایشون استفاده کنیم. خب جدا از اینکه مطالعات خیلی زیادی هم روی این منطقه انجام دادن، اشراف خوبی هم رو این حوزه ها دارن و این میتونه به ما کمک بکنه که بحث های جالبی داشته باشیم. دوستان هم میتونن استفاده کنن. اگر هم سوالی یا بحثی بود میتونیم در انتهای مباحث در خدمت عزیزان باشیم تا سوالات و نکاتی که مد نظرشونه بیان کنن. به هر حال این منطقه دستخوش تغییر خیلی زیادی بعد از زلزله شده و ما باید بپذیریم که این تحولات خب همیشه ما جنبه‌های منفیشو در نظر گرفتیم. شاید از ازش بشه چیزایی هم دید که بتونه تغییرات قابل توجهی توی اون محدوده ایجاد کنه. دیدن همه جنبه‌ها میتونه خیلی خوب باشه. اون اوایل مثلا حساسیت‌ها و چالش‌ها و نگرانی‌ها یا ناراحتی‌هایی وجود داره، این مقداری ارزیابی‌های علمی تحت تاثیر خودش قرار میده. به مرور زمان شاید به شکلی مهیا میشه که ما میتونیم نگاه واقع‌بینانه‌تر داشته باشیم و وقایع رو خیلی بهتر ببینیم. تمام ابعاد و جنبه‌ها حتی جنبه‌های مثبتش رو ببینیم، ببینیم اونجا چه اتفاقاتی افتاده و میتونه تجربی برای رخدادهای مشابهی در مناطق دیگه باشه. آقای دکتر بهرامی سپاسگزارم که این دعوت ما رو پذیرفتیم و این نشست رو برگزار کردیم. ما جلسه رو در اختیار شما قرار میدیم و می‌خوایم از مطالبی که شما می‌فرمایید استفاده کنیم. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم بفرمایید. دکتر من صدای شما ندارم. من صداتون اومد آقای دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید. از ابتدا شروع کنید. خب بسیار عالی. من
مجدد شروع میکنم. حالا نمیدونم اصلا صدای منو اصلا نداشتین یا حالا به صورت نیمه نصفه بوده. نه اصلا صداتون نبود آقای دکتر، از ابتدا همیشه از خب بسیار عالی. من با نام و یاد خدا عرایض خودم رو شروع میکنم. انشاءالله که این جلسه ای که در خدمت شما هستیم برای همه دوستان یک جلسه مفیدی باشه. یعنی حداقل این زمانی که گذاشته میشه یک زمان مفیدی باشه که تغییری در حالا شرایط علمی و دانش دوستان عزیز ایجاد بشه. موضوع زمین لغزش یکی از مخاطرات بسیار مهمیه که توی زمین شناسی اهمیت داره و معمولاً زمین لغزش همراه با زلزله به صورت خیلی شدید اتفاق میفته و بخش زیادی از زمین لغزش هایی که در دنیا اتفاق میفته، خصوصا زمین لغزش های بزرگ، همراه با زلزله هستند که بخش قابل توجهی از مخاطرات زلزله به همین موضوع زمین لغزش برمیگرده. خب میدونیم زمین لغزش ملکبود در واقع یکی از بزرگترین زمین لغزش هاییه که توی دنیا اتفاق افتاده و در نوع خودش شاید یک زمین لغزش بی‌نظیر باشه. در نظر از جنبه ابعاد این زمین لغزش، مکانیسم شکل‌گیریش، نحوه حرکتش و ویژگی‌های خاصی که داره میتونه بی‌نظیر باشه و من خیلی تاکید میکنم اگر کسی تمایل داره روی موضوع زمین لغزش، خصوصا ژئومورفولوژی و زمین لغزش، این زمین لغزش یک کیس استادی جالب و بی‌نظیره که میتونه حالا اطلاعات قابل توجهی رو ارائه بده. من بخش زیادی از این مطالبی که میگم در واقع در راستای تز دکتری آقای رضاپور هستش. دکتر رضاپور که چند سال پیش در واقع دفاع کردن، من مشاورشون بودم و حسب در واقع این زمینه تحقیقاتی که با ایشون داشتیم چندین بار از اون پروژه، از اون زمین لغزش بازدید کردیم و از این نظر حالا نکاتی که از این پژوهش به دست اومده رو با یک بسط و حالا تکمیلی من اینجا خدمت دوستان ارائه میدم. خب آقای دکتر، من الان دسترسی برای جابجایی اسلاید ها ندارم. نمیدونم چرا این شرایط به وجود اومده. میخواین من یک بار مجدد این فایل رو آپلود کنم؟ آقای دکتر میخواین این باید یه علامت فلشی داشته باشه که جالب برای منم نداره. بذارید من ببندمش. خب حالا دوباره این کار انجام بدیم. یه بار من الان مجدد فایل رو آپلود نه میکنم. آپلود نمیخواد آقای دکتر، بذار یه بار دیگه باز کنیم. این که اسمش ارائه است همینه. بله بله بله. خب الان درست شد. الان علامت ها باید براتون اومده باشه. احتمالاً این مثل سامانه اشغال پیدا رو بفرمایید. الان میتونید جابجا کنید فکر میکنم. برای من البته الان نیست. اگر شما دارین، اگه زحمتی نیست شما 2 تا اسلاید موسو رو رو رد بیاریم کنید. پایین نمیاد. جان؟ الان موسو بیاریم پایین نمیاد. حالت عادی رو عکس بیاین اون تصویره بعد بیاره. نه این شکلی نه نمیاد. خیلی خب ببینم. الان من جابجا باشه. شما هم خواستین بگی من جابجاش میکنم. آره دست شما دارم. خب اگه امکان داری یه اسلاید دیگه رد کنین. من میخوام حالا یه کلیتی راجع به زمین لغزش ملکبود بگم. حالا اینجا یه سری تصاویر از زمین لغزش ملکبود ارائه دادیم. زمین لغزش ملکبود یک زمین لغزش وسیعیه که حالا در طول چندین کیلومتر طول و یک سطح مقطعی، حالا شاید در حد چند 10 کیلومتر در واقع پوشش میده. به صورت یک مجموعه ای از زمین لغزش های کوچیک در یک زمینه بسیار بزرگتر اتفاق افتاده که در نوع خودش حالا میتونه جالب باشه. ما اینجا در واقع شواهدی پیدا کردیم از زمین لغزش ملکبود که این زمین لغزش در گذشته بارها اتفاق افتاده. یعنی تعدادش رو نمیدونیم ولی حداقل میدونیم بیش از یک بار این زمین لغزش
اتفاق افتاده. اگر امکان داره آیه دکتر اسلاید بعدی رو. من اینجا باز چند تا تصویر از این زمین لرزش ارائه دادم که حالا اهمیت این زمین لرزش و ابعاد این زمین لرزش رو ببینین که چطور در یک حجم بسیار زیادی زمین دچار گسیختگی شده و به سمت پایین حرکت کرده. اسلاید بعدی رو هم اگر امکان داره دکتر. اینها بیشتر حالا تصاویریه که از گوگل ارث گرفته شده. تو این تصویر هم اگر دقت بکنین، حالا بعداً میتونیم بیشتر رو این موضوعات بحث کنیم، یک سری مناطقی وجود داره. این بخشی تصویر هوایی زمین لرزش ملکبوده که قسمت هایی که حالا نمیدونم موس منو اگر میبینین سمت چپ سمت راست تصویر، قسمت پایین شواهدی از آثار انسانی، آثار زیست انسانی وجود داره. دقیقاً در جاهای این شواهد وجود داره که امکان وقوع زمین لرزش در واقع اونجا خیلی شدیدتره و دقیقاً در همین قسمت هایی که به رنگ سبز وجود دارن، یعنی یک پوشش گیاهی یک ساله. صدا نیست آی دکتر؟ چرا آقای دکتر صدا هست، مشکلی نیست. بعضی از دوستان میگن که صدا نیست. دقیقاً در همین قسمت هایی که پوشش گیاهی یک ساله خیلی گسترش داره، آثار زندگی انسانی در واقع از قدیم وجود داشته و این نشون دهنده اهمیتیه که در واقع این زمین لرزش ها میذارن. در واقع بخشی از مخاطرات زمین شناسی همیشه به این شکله که مخاطرات زمین شناسی شرایط رو برای زیست انسان بیشتر مهیا میکنن. مثلا گسل‌ها باعث میشن که آب در محل اون گسل‌ها تجمع پیدا کنه و همین آب در واقع یک امکانی رو ایجاد میکنه که انسان بیاد اونجا زندگی کنه. یا خود زمین لرزش ها معمولا یک فضای مسطحی رو ایجاد میکنن که انسان تو اون فضای مسطح میتونه در واقع شرایط مناسبی رو برای خونه‌سازی در دسترس داشته باشه. توی این زمین لرزش ملکبود هم در واقع این اتفاق افتاده. از قدیم چندین بار زمین لرزش اتفاق افتاده و یک فضاهای مسطحی ایجاد شده در اثر زمین لرزش و انسان دقیقاً اومده روی اون فضاهای مسطح خونه ساخته و احتمالاً در گذشته چندین بار این اتفاق افتاده و آثار باستانی در این منطقه وجود داشته باشه و آثار مسکونی، ساختمان‌های مسکونی که اینجا ساخته شده چندین بار حداقل تخریب شده باشه. اگر امکان داره اسلاید بعدی رو لطف کنید. باز این اسلاید هم اگر دقت بکنید دقیقاً تو همون محدوده هایی که در واقع فضاهای سبز رنگ وجود داره، یعنی قسمت های مسطحه، آثار زمین لرزش اخیر، یعنی همین زمین لرزشی که توی زلزله سال 97 ایجاد شد دیده میشه. این اسلاید ها رو از این جهت آوردم که با کلیت منطقه و کلیت زمین لرزش و شرایط کلی منطقه یک آشنایی کلی داشته باشیم و بعد من وارد اون مباحث اصلی که میخوام در خدمتتون باشم میشم. اسلاید بعدی رو اگر ممکنه. اسلاید بعدی فکر کنم این تصویر نداره. خب ما اینجا میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم که آیا در این منطقه، در منطقه ملکبود قبلا زمین لرزش اتفاق افتاده یا نه. این در واقع یک کلیدی رو به ما میده که ما بفهمیم آیا در آینده باز زمین لرزش اتفاق میفته یا نه. یعنی ما اگر این رو اثبات کنیم که در گذشته زمین لرزش اتفاق افتاده، میتونیم یک کلیدی داشته باشیم که ساخت و ساز بر روی این محدوده خطرناکه و در آینده هم باز احتمال وقوع زمین لرزش وجود داره. از طرفی علاوه بر این ما میتونیم شواهدی یا استدلال‌ها یا دلایلی رو بیاریم که در شناخت بقیه مناطق هم میتونه مثبت باشه، میتونه به کار گرفته بشه. یعنی ما اگر روش هایی رو پیدا کنیم که بر اساس اون
زمین لرزش های قدیمی رو شناختیم، میتونیم اینو تعمیم بدیم به جاهای دیگه و از اون استفاده کنیم. این روش هایی که ما توی تحقیقمون توی این پژوهش بهش رسیدیم، حالا میتونیم به طور کلی شامل اینها و حالا یه سری موارد دیگه هم هست. یکی از اون موارد تغییرات توپوگرافی زمین، یعنی وقتی زمین لرزش اتفاق میفته سطح زمین یک مورفولوژی و یک توپوگرافی خاص خودش رو به خودش میگیره که متناسب با شرایط زمین لرزشه. یکی دیگه تغییرات مورفولوژی سطح زمینه، یعنی تغییراتی که در واقع هموار یا ناهموار بودن سطح زمین اتفاق میفته، تغییراتی که در بافت خاک اتفاق میفته، یعنی یک جا زمینش نرم و خاکای نرمه، یه جایی زمینش زبر و متشکل از رسوبات و سنگ‌های بزرگه. یک شاهد دیگه ای که در واقع اینجا ما بهش رسیدیم رانده شدن لایه‌های سنگی بر روی لایه‌های خاکیه که تو این منطقه دیده شده. یعنی در جایی که اخیراً زمین لرزش در واقع اتفاق نیفتاده، ما شواهدی پیدا کردیم که لایه‌های مارنی بر روی لایه‌های آبرفتی رانده شدن. همونطوری که میدونیم همیشه خاک بر روی سنگ قرار داره و امکان اینکه سنگ بر روی خاک در حالت طبیعی قرار بگیره وجود نداره و اگر سنگ به روی خاک رانده بشه یک دلیل زمینشناسی خاص خودش رو میتونه داشته باشه که در اینجا این دلیل زمین لرزشه که منجر به رانده شدن لایه‌های مارنی به روی لایه‌های آبرفتی شده. خب وقتی که زمین لرزش اتفاق میفته یک شکاف‌های داخل زمین ایجاد میشه که این شکاف‌ها بعداً با رسوبات دیگه‌ای پر میشه و این رسوبات خیلی ترکیب بسیار جالبی رو ایجاد کرده، یک مقاطع وی شکلی رو ایجاد کرده که سنگ‌های مارنی یا سنگ‌های میزبان توسط رسوبات جدیدتر پر شدن که معمولاً این رسوبات جدیدتر از نظر دانه بندی قسمت‌های پایین درشتونه‌تر و قسمت‌های بالا ریزدونه‌ترن. یک سری تغییرات بسیار جالب هم در آثار انحلالی کارستیک توی سنگ‌ها دیده شده که مشاهده شد که من تمایل دارم اینها رو هم در واقع اینجا ارائه بدم. شواهد دیگه‌ای هم هست، از جمله تغییر در واقع کج شدگی درختان، تغییر در اون راستای درختان و یک شاهد جالب دیگه هم که اینجا وجود داشت در واقع تغییر در سنگ قبرهایی که توی اون محدوده وجود داره. توی پایین دست این منطقه یک مجموع قبرستانی وجود داره، یک قبرستان قدیمی که شاید حالا به اساس اون شواهدی که وجود داره سنش به نظر میرسه قدیمی باشه. حالا ما سنیابی نکردیم ولی بر اساس شرایط کلی منطقه به نظر میرسه که سنی حداقل بیش از 500 سال داشته باشه و توی این محدوده ما شواهدی به طور مشخص از کج شدگی سنگ قبرها توی 3 تا تیپ پیدا کردیم. یه سری از سنگ قبرها قائم بودن، یه سری شیب 70 درجه، یه سری هم شیب بوده 30 درجه داشتن. اینها برای ما جالب بود به عنوان شواهدی که قبلا توی این محدوده زمین لرزش اتفاق افتاده. حالا من این مباحث رو به صورت جزئی تر براتون تشریح خواهم کرد. آقای دکتر اگه امکان داره روی اسلاید بعدی بریم ممنون میشم. خب اینجا یک تصویری رو میبینیم که وقتی زمین لرزش اتفاق میفته مورفولوژی سطح زمین چه تغییری میکنه. رنگ سبز اون سطح اولیه زمین رو نشون میده که وقتی که زمین لرزش اتفاق میفته قسمت بالای دامنه یک حالت کمشیب پیدا میکنه و قسمت پایین دامنه پرشیبتر میشه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ از نظر رسوب شناسی اون قسمتی که شیبش کم میشه در واقع قابلیت فرسایش مواد کمتر میشه. میدونیم که هرچی شیب کمتر بشه قابلیت فرسایش مواد کمتر میشه. قسمت بالا دست محلی میشه برای رسوب گذاری مواد و قسمت پایین دست که شیب زیاد میشه اتفاقا اونجا فرسایش بیشتر میشه. یعنی دقیقاً 2 تا زون متفاوت ایجاد میشه. در یک زون ما رسوب گذاری داریم قسمت بالای دامنه، دقیقاً در اینجا رسوبات ریزدونه رسی
شروع به تنشست میکنن، شروع به رسوب میکنن و در قسمت پایین دست دامنه فرسایش پیدا میکنه. اون جایی که شیب زیاد میشه فرسایش پیدا میکنه، یعنی ذرات ریزدانه رسوب قابلیت فرسایش بیشتری دارن، شروع به فرسایش میکنن و اون چیزی که بیشتر باقی میمونه قلب سنگ‌های درشته که جریان آب نمیتونه اینها رو انتقال بده. یعنی وقتی که یک زمین لرزش اتفاق میفته بعد از گذشت یک زمانی، حالا مثلا 10 سال، 20 سال، 50 سال، 500 سال، بسته به شرایط اقلیمی منطقه، تغییرات خاصی در اون زمین لرزش اتفاق میفته. از جمله اینکه بالای زمین لرزش رسوبات ریزدونه میگیره، پایین زمین لرزش اون قسمت پرشیب در واقع یک پوششی از سنگ‌های درشت اونجا ایجاد میشه. ما دقیقاً در این زمین لرزش ملکبود یک چنین شرایطی رو دیدیم، یعنی شرایطی که قسمت‌های بالا دست متشکل از رسوبات ریزدانه است و قسمت‌های پایین دست قسمت در واقع درشت. اسلاید بعدی رو اگر لطف کنید آقای دکتر، این موضوع کامل مشخصه. اینجا اگر دقت کنید تصویر ماهواره‌ای منطقه است. توی قسمت‌های سبز رنگ در واقع همون جاییه که شیب کمتره و رسوب گذاری اتفاق افتاده. رسوبات ریزدانه رسی و ماسه های ریزدانه اونجا تشکیل شده، رسوب کرده و یک سطح تقریبا افقی رو ایجاد کرده. ماند آب اونجا زیاد شده، جذب آب توسط خاک‌های ریزدانه رسی اونجا زیاد شده و باعث شده که توی در واقع پوشش گیاهی یک ساله به صورت قابل توجه اونجا با بقیه مناطق اطرافش در واقع یک اختلاف مشهودی وجود داشته باشه. قسمت پایین دست اینها اگر دقت کنین با فلش هم نشون داده شده، دقیقاً اون قسمت ها جاهاییه که فرسایش ذرات ریزدونه رو شسته و به قسمت های پایین تر این قسمت های پایین تر، قسمت های سبز، دقیقاً همون دهانه هایی هستن که در دوره های گذشته در واقع زمین لرزش توشون اتفاق افتاده و توسط رسوبات اینها پر شدن. این نکته خیلی جالبیه که حالا تو این محدوده دیده شد. اسلاید بعدی فکر کنم تصویر واقعی از اون منطقه وجود داره. حالا دکتر اگر اسلاید بعدی رو هم بیارن ممنون میشم. حالا این هم باز دوباره همون تصاویر، حالا تصویر گوگل ارثه. اینجا هم اگه دقت کنین همین شرایط دیده میشه. اگر حالا شاید عکس واقعی نذاشتم تو این محدود توی این زمینه، اما این موضوع بحث دو تا نکته جالب داره. این موضوعی که رانده شدن لایه‌های مارنی بر روی لایه‌های آبرفتیه که به عنوان یک نشانه‌ای از وقوع زمین لرزش میتونه وجود داشته باشه. محدوده‌ای که در واقع زمین لرزش اتفاق افتاده روی محدوده ملکبود، ستون چینه شناسیش به این شکله که لایه‌های آهک آسمانی قسمت بالا قرار گرفتن و لایه‌های مارنی قسمت پایین و زیر لایه‌های آهک آسمانی قرار گرفتن. شیبش تقریبا خلاف شیب دامنه است اما شیب کمی داره، یعنی آب تقریبا پشت لایه‌های مارنی تجمع پیدا میکنه، یعنی یک سفره آب یا یک آبخوان پشت لایه‌های مارنی ایجاد میشه و یکی از دلایلی که تو این محدوده در واقع زمین لرزش اتفاق افتاده همین موضوع جریان آبهای زیرزمینی پشت مارنا ایجاد شده و مارناها میدونیم در مقابل آب به شدت ضعیفن و با اشباع شدن مقاومتشون به شدت کاهش پیدا میکنه. در فصول زمستان وقتی که این مارناها اشباع از آب میشن مقاومتشون کاهش پیدا میکنه و طی یک فعالیت حالا مثل زلزله اینها به سمت پایین حرکت میکنن. ما توی ترانشه ها یا توی دره هایی که توی اون محدوده وجود داشت و حتی توی این مرحله آخر هیچ گونه زمین لرزشی توی اون محدوده اتفاق نیفتاده بود، اما این شواهد رو دیدیم، یعنی راندگی لایه های مارنی بر روی لایه های آبرفتی به صورت مشهود بود. حالا توی اسلاید بعدی این موضوع رو نشون خواهیم داد. یه نکته دیگه ای که اینجا وجود داره در واقع زمین لرزش هایی که توی این همون لایه های مارنیه که دقیقاً بر روی لایه های آبرفتی کشیده شده. در واقع در حالت طبیعی همونطور که گفتیم این امکان وجود نداره که آبرفت ها زیر لایه های مارنی وجود داشته باشن، مگر اینکه یک پدیده زمین شناسی این رو
ایجاد کنه، یا مثلا یک گسلی اینها رو، لایه‌های سنگی رو بر روی لایه‌های خاکی برانه، یا پدیده‌هایی مثل زمین لغزش. اینجا در واقع زمین لغزش این عامل رو ایجاد کرده. لایه‌های مارنی به صورت خیلی جالب و حالا از نظر زمین شناسی واقعا خیلی جذاب و جالبه، روی خاک‌های آبرفتی رانده شدن. خیلی جالبه در بعضی بخش‌ها این راندگی به صورت بسیار زیادی اتفاق افتاده، یعنی به نظر میرسه ده‌ها یا شاید بیش از 100 متر این راندگی اتفاق افتاده و در انتها یا پنجه اون راندگی تازه در زیر اون لایه‌های آبرفتی ما میتونیم، زیر لایه‌های مارنی ما میتونیم لایه‌های آبرفتی رو ببینیم که در نوع خودش یک پدیده جالبیه که نشون میده در واقع در زمانهای گذشته زمین لغزش توی این محدوده اتفاق افتاده. جالب اینجاست که این محدوده هایی که الان ما برداشت کردیم در زلزله اخیر هیچ گونه راندگی نداشتن، یعنی زمین لغزش تقریبا در این محدوده ها مشاهده نشد. این در همون زون زمین لغزشیه، اما در واقع توی زلزله اخیر توی این قسمت ها زمین لغزش مشاهده نشد. یعنی این نشون میده که در زمانهای گذشته زمین لغزش توی این محدوده اتفاق افتاده و لایه‌های مارنی رو بر روی لایه‌های آبرفتی رانده، که خودش به عنوان یه نشانه جالبی میتونه مورد توجه قرار بگیره. حالا شکل اسلاید بعدی رو اگر لطف کنی ممنون میشم آقای دکتر. این موضوع هم جالبه. وقتی که در واقع شکاف توی زمین ایجاد میشه، این شکاف معمولاً توسط مواد آبرفتی پر میشه. یعنی وقتی توی همین زمین لغزش شکاف‌هایی دیدیم که در واقع زمین به صورت خیلی زیاد و گسترده شکاف‌های بسیار عمیقی توی سنگ‌های ایجاد شده. در واقع اینجا نکته جالبی داره، وقتی که سنگ‌های مارنی دچار شکافتگی میشن، رسوباتی که این شکاف‌ها رو پر میکنه از نوع سنگ‌های مارنی نیستن. در واقع اینها رسوبات آبرفتی کواترنری هستند که مجموعه‌ای از قلب سنگ‌ها و سنگ‌های ریزدونه و درشتونه‌ای توی همراه با اینها هست. در واقع بعد از اینکه اینها ایجاد میشن، از قسمت بالای دامنه رسوبات شسته میشن، وارد این قسمت میشن و قسمت پایین دامنه رسوبات، یعنی اون قسمت مسطح، در واقع رسوبات ریزدونه‌ای تشکیل میشه. نکته جالب دیگه ای که وجود داره اینه که معمولاً در مراحل اولیه قلب سنگ‌های درشت وارد این شکاف‌ها میشن و در مراحل پایانی وقتی که میخواد این پر بشه، یعنی بسته بشه کامل، رسوبات ریزدانه رسی تشکیل میشن که ما توی در واقع دره‌هایی که اینجا وجود داشت، آبراه‌هایی که وجود داشت، یک چند تا از این شواهد رو ما مشاهده کردیم که حالا توی اسلاید بعدی این نکته دیده میشه. حالا دکتر اگر اسلاید بعدی رو لطف کنی ممنون میشم. اینجا در واقع همون تصویر رو بعد از پر شدن نشون میده. اگه دقت بکنین یک قسمت خیلی مسطحی وجود داره که رسوبات ریزدانه رسی پر شده، قسمت پایینش در واقع درشتونه، قسمت بالاش هم درشتونه است. دقیقاً در همون جایی که ما آثار در واقع ریزدونه داریم، دقیقاً در همون منطقه دوباره زمین لغزش ترک‌هایی رو ایجاد کرد. دقیقاً ترک‌های، یعنی این سیکل بارها در اون منطقه اتفاق افتاده و این شواهد حالا به صورت خیلی واضح دیده شده. توی اسلاید بعدی اگه اشتباه نکنم یه تصویر حالا به صورت نیمرخ فکر کنم آورده شده. اینجا خیلی جالبه، توی تصویر الف اون قسمتی که با حاشیه قرمز رنگ نشون داده شده، اونجا رسوبات آبرفتیه، یعنی مجموعه ای از قلب سنگ‌های کواترنر که درون رسوبات ریزدانه رسی قرار گرفته. سمت چپ و راست این محدوده دقیقاً لایه‌های مارنیه، یعنی بین لایه‌های مارنی لایه‌های آبرفتی قرار گرفته، درون لایه‌های مارنی لایه‌های آبرفتی قرار گرفته. این دقیقاً نشون دهنده همون شرایط شکافیه که توی اون لایه‌ها ایجاد شده. شکاف در واقع در داخل زمین ایجاد شده، توی لایه‌های مارنی ایجاد شده، توسط رسوبات بعداً دوباره این پر شده.
اگر توی همین شکل هم دقت کنین به وضوح مشخصه قسمت‌های پایین‌تر درشتونه است و به سمت قسمت‌های بالا ریزونه‌تر میشه. توی شکل ب هم باز دوباره همین وضعیت دیده میشه، یعنی دقیقاً قلب سنگ‌های درشتی در حاشیه جایی که دقیقاً لایه‌های ریزدونه قرار گرفته دیده میشه که اینها دقیقاً نشونه‌هایی از وقوع زمین لغزش‌های قدیمی هن. یعنی بارها توی این محدوده زمین لغزش اتفاق افتاده، زمین شکاف برداشته، لایه‌های قلب سنگی درون اونها ریخته شده و دوباره این لایه‌ها کاملا مسطح شده و اثر اون زمین لغزش کاملا از بین رفته. این طی سیکل‌های در واقع متعددی توی این محدوده اتفاق افتاده. اسلاید بعدی رو اگه لطف کنی ممنون میشم آقای دکتر. باز دوباره یک شاهد دیگه‌ای که توی این محدوده ما داریم کج شدگی سنگ‌های بزرگی توی این منطقه وجود داره. خیلی جالبه که اینجا محدوده سنگ‌های آهکیه، یعنی ما در واقع زمین لغزش در زونی اتفاق افتاده که قسمت‌های بالاش سنگ‌های آهکی وجود داره. میدونیم که توی سنگ‌های آهکی آثار کارستی اتفاق میفته و لاپیاها در واقع اونجا میتونن تشکیل بشن. لاپیاها معمولاً به صورت قائم توی سنگ‌ها ایجاد میشن. چرا؟ چون جریان آب به صورت قائم به سمت پایین میاد و در جهت پرشیب ترین قسمت سنگ به سمت پایین حرکت میکنه. لاپیاها به صورت شیارهای کاملا قائم توی سنگ‌ها دیده میشن. حالا اگر زمین لغزش اتفاق بیفته منجر میشه که این سنگ اون حالت اولیه خودش رو از دست بده، یعنی اون لاپیه هایی که قبلا حالت قائم داشتن الان دیگه حالت قائم، بعد از لغزش دیگه حالت قائم رو ندارن، اینها عموما به صورت افقی در میان که ما توی این محدوده یه چنین آثاری رو مشاهده کردیم، یعنی لاپیه هایی رو دیدیم که به جای این که به صورت قائم باشن، به صورت در جهت پرشیبترین قسمت سنگ باشن، اینها افقی بودن. بعضی از اینها به وضوح دیده می شدن که این نشون میداد که این سنگ ها به تازگی در واقع تغییر موقعیت دادن. بعضی از اینها هم تنها آثار خیلی شبح مانندی از لاپیه ها روی اونها وجود داشت. این نشون میداد که این لاپیه ها توی لغزش های قبلتر، مثلا 500 سال یا 1000 سال قبل، در واقع اینها جابجا شدن و دیگه اثر شبح مانندی روی اونها باقی مونده. یه نکته دیگه ای که وجود داره توی بحث لاپیه ها این بود، بحث آثار انحلالی که وجود داره اینه که قسمتی که بیرون از خاکه معمولاً آثار لاپیه توش ایجاد میشه، آثار انحلالی لاپیه توش ایجاد میشه. اما قسمتی که درون خاک قرار گرفته دیگه این آثارهای شیاری رو ندارد، بلکه به صورت حفراتی، حالا گاهی هم به صورت رسوبزاییه، گاهی به صورت حفره‌های مخصوص به زیر سطح خاکه، یعنی یک حفره‌هایی که همراه با هوازدگی در واقع اتفاق میفته، صرفاً آثار انحلال نیست، هم انحلال هم هوازدگی، چون در ارتباط با خاک قرار داره این شرایط رو به وجود میاد. علاوه بر اون در واقع در جایی که زیر خاک قرار داره معمولاً یک رسوبی از کربنات کلسیم در اون قسمت‌های پایین‌تر ایجاد میشه که ما در این محدوده وقتی سنگ‌های محدوده رو بررسی کردیم یک چنین شواهدی رو دیدیم لاپیه‌ها در واقع اولاً به جای این قائم افقی هن، بعد سنگ‌هایی رو دیدیم که قسمت‌های پایین و رسوبزایی که داشتن مربوط به دوران گذشته بودن، یعنی اصلا در این زمین لغزش اخیر اینها هیچ تغییری نکرده بودن. دیدیم که اینها قسمت‌های پایین که رسوبزایی بود اومده بودن بالا یا افقی شده بودن و قسمت‌هایی که در آثار انحلالی لاپیه‌ای روشون بود پایین قرار گرفته بودن، دقیقاً برعکس شده بودن. اینها نشون میده که در واقع در قدیم آثار زمین لغزش اینجا وجود داشته، زمین لغزش منجر به کج شدن این سنگ‌ها شده و آثار انحلالیشون به صورت ویژه تو این محدوده دیده میشه. ممنون میشم اگر اسلاید بعدی رو بیارین دکتر. اینجا باز یک چنین تصویری رو نشون میده
شکل الف در واقع این لاپیه هایی رو نشون میده که آثار انحلالی رو نشون میده که به جای اینکه به صورت قائم باشن به صورت مایلن و این نشون میده که در واقع این سنگ ها تغییر مکان دادن. توی این سنگ توی موقعیت اخیر جابجا نشده، یعنی در زمین لرزش اخیر هیچ تغییری نکرده. شکل ب باز دوباره همین وضعیت رو نشون میده که آثار انحلالی و آثار لاپیه ها در واقع دیده میشن که نشون میده که اینها در واقع قبلا موقعیتشون به شکل دیگه‌ای بوده، الان به شکل دیگه‌ای در اومدن. شکل دال در واقع آثار رسوب کربنات کلسیم رو در یک سطحی از سنگ نشون میده که این سطح اساسا نباید در سطح زمین رخنمون داشته باشه، اساسا باید در زیر خاک باشه که این رسوبات کربنات کلسیم بتونه اونجا تشکیل بشه و این نشون میده که این سنگ جابجا شده. در زمانهای گذشته این قسمت در زیر خاک بوده اما الان این قسمت جابجا شده و این سطح یا این رخنمون به سطح زمین آورده شده و این هم ما حالا تعداد محدودی از این عکس‌ها رو آوردم ولی تعداد خیلی زیادتری از این عکس‌ها از این سنگ‌ها توی محدوده دیده میشد. بعضیاشون آثار خیلی واضح‌تر بود، بعضیاشون به صورت تنها یک شبحی از لاپیه‌های قدیمی دیده میشد که نشونه این بود که این سنگ‌ها در واقع سن زیادتری داشتن، یعنی آثار انحلال مجدد باعث از بین رفتن اون آثار لاپیه ها شده. اسلاید بعدی رو اگر لطف کنی ممنون میشم آقای دکتر. این دقیقاً اون نمونه‌ای بود که یکی از اون نمونه‌هاییه که در واقع توی این محدوده گفتیم. بخشی از این استدلال‌هایی که ما داریم ارائه میدیم صرفاً استدلال‌های جدیدیه، یعنی در منابع علمی گذشته واقعیتش ارائه نشده. یعنی اینجا ما با توجه به شرایط کلی منطقه از جمله سنگ‌های آهکی منطقه این استدلال‌ها رو به عنوان استدلال‌هایی که میتونیم در شناسایی زمین لرزش‌های گذشته بهشون استناد کنیم استفاده کردیم و مطرح کردیم. یعنی بخشی از این استدلال‌ها رو میشه گفتش که استدلال‌های جدیده. در واقع اینجا شکل دال رو اگر دقت بکنیم یک تصویر بسیار واضحی از این موضوع رو نشون میده، یعنی آثار انحلال در سطح به صورت حفره است اما در داخل زمین به صورت تقریبا یک سطح صافه دیگه، اون حالت تیز بودن مثل سطح رو نداره. علاوه بر اون رسوب کربنات کلسیم هم در قسمت داخل خاک ایجاد میشه. وقتی این سنگ جابجا میشه تغییر مکان میده حالت ب به وجود میاد، حالت ب و الف به وجود میاد. یک سطحی رو ما میبینیم که روی یعنی در سطح افق و قسمت بالاش نرمتر، صافتر، آثار انحلالی روش کمتره اما دقیقاً قسمت پایینش آثار انحلالی شدیدتری روشه. یعنی دقیقاً این سنگ برعکس شده، چرخیده، در زمان گذشته یک حالت دیگه‌ای داشته الان کاملا چرخیده. این نشون دهنده یک عامل، یک محرکیه که اینو تغییر مکان داده. با توجه به اینکه از این سنگ‌ها در محدوده زیاده و ابعادشون هم بزرگه، گاهن ابعاد این سنگ‌ها به چندین تن میرسه، یعنی اینکه بگیم حالا آثار انسان این رو جابجا کرده تقریبا این منتفیه، چون اینها ابعادشون خیلی بزرگ بود تقریبا از این حیث این منتفیه و این نشون میده در گذشته در واقع این شاهده ما نشون میده که در گذشته باز در واقع آثار لغزش اتفاق افتاده، در این محدوده قبلا بارها زمین لغزش اتفاق افتاده. اسلاید بعدی رو اگه لطف کنین ممنون میشم. باز در راستای همون موضوعی که گفتیم، وقتی که داخل زمین شکاف‌هایی ایجاد میشه همونطوری که در این زلزله اخیر شکاف‌هایی ایجاد شد، سنگ‌ها از قسمت‌های بالا حرکت میکنن به علت همون اثرات لرزه‌ای هم که هستش، از قسمت‌های بالا حرکت میکنن و در این چاله‌ها در این شکاف‌ها گیر میفتن. دقیقاً توی شکل دال این موضوع نشون داده شده، یعنی دقیقاً در اونجا آثاری دیده میشه که در این زلزله اخیر
قلب سنگ‌های بزرگی حرکت کردن و دقیقاً در امتداد همون شکاف‌ها گیر افتادن. شکل جیم یک تصویر واضح‌تری رو نشون میده که دقیقاً در همین زلزله اخیر و زمین لرزش اخیر این قلب سنگ‌ها درون این شکاف‌ها افتادن. حالا این قلب سنگ‌ها وقتی که درون این شکاف‌ها میافتن چه اتفاقی میفته؟ یک فضای خالی زیر اینها ایجاد میشه. وقتی شکاف بزرگ باشه و قطعه سنگ و قلب سنگ هم بزرگ باشه، یک فضای خالی دقیقاً زیر این قلب سنگ‌ها و این قطعه سنگ‌ها ایجاد میشه که به عنوان یک فضای خالی در واقع میشه بهش توجه کرد. شکل الف و ب در واقع رخنمونهایی رو نشون میده که قطعات بزرگ سنگی درون این رخنمونها که بعضی از اینها هم اتفاقا تو همین لغزش اخیر ایجاد شدن. وقتی که لغزش اخیر ایجاد شد ما بررسی کردیم محدوده رو، دیدیم یک سری قطعات بزرگ سنگی هستن که زیر اینها به صورت یک حفره یا فضای خالیه. ما اینو استدلالمون به این شکل بود که دقیقاً همین مکانیزمی که در زمین لرزش اخیر ایجاد شده و این قطعه سنگ‌های بزرگ درون اون شکاف‌ها افتادن و زیرشون به صورت یک فضای خالی بوده، در زمانهای گذشته همین اتفاق افتاده. دقیقاً هم اگه دقت کنین قطعه سنگ‌ها در جهت عرض کمشون در داخل اون شکاف‌ها فرو رفتن، یعنی چون همیشه هم به همین شکله، در جهتی که عرض کمتری دارن داخل شکاف فرو میره و در زیر این قطعه سنگ‌ها در واقع آثار حفره وجود داره، آثار فضای خالی وجود داره. این نشون میده که در زمانهای گذشته هم در واقع این شکاف‌ها و این لغزش‌ها ایجاد شدن، قلب سنگ‌ها و قطعات بزرگ سنگی درون این شکاف‌ها قرار گرفتن و زیر این قلب سنگ‌ها فضای خالی وجود داره که الان بعد از گذشت سالها یا به علت برش‌های آبراهی ناشی از جریان‌های سیلاب یا ناشی از اثرات زمین لرزش کنونی، اینها خودشون رو نشون میدن. پس این نشون میده که در گذشته زمین لرزش توی این محدوده بارها اتفاق افتاده. اسلاید بعدی رو اگر لطف کنی ممنون میشم آقای دکتر. خب اینجا باز نکته خیلی جالبی رو میخوام مطرح کنم. خب اگر دقت کنید در این تصویر ماهواره‌ای اگر دقت کنید، ما دو نوع پوشش گیاهی خیلی مشهور توی این قسمت داریم. یه جاهایی که سبز، پوشش‌های گیاهی تقریبا میشه گفت یک ساله رو داریم و یه سری جاهای دیگه پوشش‌های گیاهی چند ساله یا پوشش‌های گیاهی مثل بلوط رو داریم. این درخت‌هایی رو که می‌بینید تقریبا میشه گفت اکثرشون درخت‌های بلوطن و اون بخش‌های سبز رنگ رو که می‌بینیم اونجا پوشش‌های گیاهی یک ساله است، یعنی چیزایی که مثل علف‌های یک ساله رشد کردن. خیلی جالبه، یعنی توی بعضی بخش‌ها اصلا توی این محدوده آثار زمین لرزش کنونی اتفاق نیفتاده. من میخوام اینو توضیح بدم که چرا چنین اتفاقی افتاده و این دقیقاً نشون دهنده اینه که قبلا در این محدوده زمین لرزش اتفاق افتاده. وقتی شکاف‌ها، یعنی در همین زمین لرزش اخیر، وقتی شکاف‌های داخل زمین ایجاد شدن، در همین محدوده ایجاد شدن، اینجا زمین دچار کشش میشه، زمین کشیده میشه. درختان چند ساله که اینجا ریشه دووندن، ریشه هاشون کشیده میشه و حتی بعضی بخش‌ها ریشه هاشون کاملا از خاک میاد بیرون. پس یه درختی مثل بلوط دقیقاً در اون نقطه‌ای که شکاف ایجاد میشه ریشش دچار گسیختگی میشه، ریشش آسیب میبینه و اون درخت بلوط خشک میشه. در واقع درخت‌های بلوط همه جا رشد کردن، توی این محدوده همه جا تونستن رشد کنن، اما اون جایی که سبزتره دقیقاً اون جاها به کرات در این منطقه کشیدگی ایجاد شده، شکاف ایجاد شده و ریشه های درخت های بلوط اونجا شکافته شده و پاره شده. ریشه های درخت بلوط رخنمون پیدا کرده. حالا اصطلاحات من خیلی بحث زیست‌شناسی گیاهیشو نمیدونم، ولی احتمالاً به علت اینکه هوا وارد ریشه گیاه میشه، گیاه اونجا خشک میشه. دقیقاً ما این آثار رو توی این محدوده دیدیم، یعنی در زمین لرزش اخیر دیدیم، مشاهده کردیم که
ریشه های درخت های بلوط دچار پاره شدگی شده بود، ریشه های درخت بلوط دقیقاً رخنمون پیدا کرده بود و یکی دو سال توی بازدیدهای یکی دو سال بعدی که از اون محدوده داشتیم، خیلی از اون درخت های بلوطی که تو اون محدوده قرار گرفتن دقیقاً خشک شده بودن. در واقع میتونیم اینجوری بگیم در جاهایی که شکافا وجود داشته درخت بلوط بوده، اما به علت اون شکافه ریشه های درخت بلوط گسیخته شده و از بین رفته و اون قسمت هایی که گسیخته نشده درخت بلوط اونجا باقی موندن. گفتیم که یک زمین لغزش وقتی که شکل میگیره یک گسیختگی، یک صفحه گسیختگی توش قرار داره و قسمتی که بالای اون صفحه گسیختگی قرار میگیره به صورت توده‌ای به سمت پایین حرکت میکنه. پس در اون قسمت بالای توده زمین لغزشی ممکنه ریشه گیاهش آسیبی نبینه، اما در اون صفحه لغزش ریشه گیاه آسیب میبینه و گیاه خشک میشه. اما چرا قسمت‌های سبز رنگ به وجود اومده؟ این قسمت‌های سبز رنگ دقیقاً همون جاییه که در واقع چاله‌ها و شکاف‌ها ایجاد شدن و بعداً توسط رسوبات ریزدانه رسی پر شدن. از اونجایی که رسوبات ریزدانه رسی نگهداشت آب بیشتری دارن، باعث شدن که یعنی بعد از هر بارندگی آب رو بیشتر نگه می‌دارن، در یک فاصله زمانی بیشتری میتونن آب رو نگه دارن. از طرفی چون شیب کمه، بخش زیادی از آب باران در داخل زمین نفوذ میکنه و این باعث میشه که شرایط برای رشد گیاهان یک ساله برای هر نوع گیاهی البته مهیا باشه، اما گیاهان یک ساله با توجه به اینکه نیاز به ریشه خیلی قوی ندارن، سال بعد دوباره میتونن رشد کنن و این پوشش گیاهی سبز رنگ رو اینجا به وجود آوردن. این هم نکته جالبیه که توی محدوده تقریبا ما یه چنین آثاری رو به طور خیلی گسترده میتونیم ببینیم. لایه‌های افقی تقریبا کمشیب با پوشش گیاهی علوفه‌ای یا یک ساله و قسمت‌هایی که بالای لغزش قرار گرفتن پرشیب‌ترن و درختان بلوط رو داریم. حالا توی اسلاید بعدی اگه اشتباه نکنم عکسایی در این زمینه آوردم. ای دکتر اگر اسلاید بعدی رو بیارین ممنون میشم. اینجا دقیقا همون ریشه های درخت های بلوطه که بیرون افتاده و اسلاید سمت چپ در واقع درخت های خشک شده ای رو نشون میده که حالا این مثلا یکی دو سال بعد از زمین لرزش، چون این پروژه تحقیقاتی چند سالی ادامه داشت، ما بعداً وقتی که رفتیم اونجا نگاه کردیم خیلی از اون درخت های بلوطی که در امتداد اون شکاف‌ها قرار گرفتن خشک شدن. در واقع این نشون میده و اتفاقاً خیلی از اون درخت‌های بلوطی که تو محدوده قرار گرفتن، محدوده‌های کمشیب قرار گرفته بودن، درخت‌های چند ساله بودن، یعنی سن خیلی زیادی نداشتن. درخت‌های بلوط مثلا مسن‌تر دقیقاً در اون جاهایی بودن که پرشیب بودن. با وجود اینکه شرایط آب برای اونها کمتر مهیا بود، اما اون قسمت‌ها بزرگتر بودن. دقیقاً نشون دهنده این بود که ریشه های بلوط اون قسمت‌ها شرایط پایدارتری رو داره. حالا فکر کنم تو اسلاید بعدی شاید در مورد تغییر شیب درختان. خب یه کج شدگی درختان، اون چه که میدونیم اینه که وقتی زمین لرزش اتفاق میفته در واقع درختانی که اونجا قرار دارن شروع به کج شدگی میکنن. البته این موضوع جدیدی نیست که بخوام بگم مثلا تو این زمین لرزش ما دیدیم. تقریبا موضوع کج شدگی درختان موضوعی که گسترده است و خیلی جاها در واقع اتفاق میفته. خیلی از مناطق وقتی زمین لرزش اتفاق میفته این اتفاق میفته. نکته‌ای که جالبه اینه که وقتی زمین لرزش اتفاق میفته در قسمت بالای زمین لرزش درختان به سمت یعنی مخالف، برعکس در جهت مخالف شیب کج میشن. در قسمت پایین دامنه جایی که پنجه در واقع اون زمین لرزشه به سمت پایین کج میشن. نحوه کج شدگیشون دقیقاً برعکسه. قسمت بالا به سمت بالای زمین لرزش به سمت بالا کج میشن، قسمت‌های پایین به سمت پایین کج میشن. چون این نحوه حرکتش به صورت چرخشی و دایره‌ایه باعث میشه که این اتفاق بیفته.
که توی این محدوده ما دیدیم به وضوح آثار کج‌شدگی درختانی رو دیدیم که در این زمین لرزش اخیر هیچ گونه آثار لرزشی تو اون محدوده نبود. یعنی در زمین لرزش اخیر زلزله سرپل ذهاب ما تو محدودات تقریبا به عنوان محدودات سالم بود، اما درختان کج شده بودن. علاوه بر این ما چندین سیکل کج شدگی دیدیم، یعنی به صورت زاویه دار درختان به صورت زاویه دار، یعنی یه بار تقریبا شیب مثلا به صورت افقی گرفته بود، بعد یه شیب 30 درجه گرفته بود، بعد دوباره شیب قائم داشت. یعنی این نشون میداد که در عمر همون درخت 2 بار یا 3 بار در واقع زمین لرزش ایجاد شده و اون درخت رو کج کرده. به عنوان یک شاهد خیلی جدی بود که با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی درختان کج شده تو محدوده وجود داشت، میتونیم به عنوان یک شاهد قوی ازش استفاده کنیم که در محدوده زمین لرزش ملکبود قبلا هم زمین لرزش اتفاق افتاده، بارها این زمین لرزش اتفاق افتاده. اسلاید بعدی رو اگه لطف کنی ممنون میشم آقای دکتر. یه نکته دیگه ای که اینجا جالب بود برای ما کج شدگی سنگ قبرها بود. توی قسمت پایین دست زمین لرزش ملکبود، اگه اشتباه نکنم نزدیک به روستای قورچیباشی، اونجا یک قبرستان بزرگ قدیمی بود، یک قبرستانی که حالا با توجه به تعداد قبرهاش قابل توجه بود. یعنی مشخص بود که این قبرستان قدیمیه، چرا که چون جمعیت روستا اونقدر نبود که اون تعداد زیاد قبر رو مثلا در یک بازه 100 ساله پوشش بده. به نظر می رسید که این با توجه به تعداد زیاد قبرها این قبرستان یک قبرستان کاملا قدیمی ایه. این یک موضوع دیگه هم که بود این بود که آثار سنگ قبرهای قدیمی بود، یعنی آثار هوازدگی روی اینها دیده میشد. حالا ما واقعیتش سنیابی نکردیم چون این موضوع برمیگشت به یک موضوع باستانشناسی. البته از نظر من خب از بعد باستانشناسی زمین شناسی یک موضوع خیلی جذاب و جالبه که میشه روش کار کرد، یعنی میشه سنیابی کرد حتی از روی این کج شدگی ها در واقع زمین لرزش های قدیمی رو دقیقاً با یک سن مشخصی تشخیص داد که اون زمین لرزش قدیمی در چه بازه زمانی اتفاق افتاده. نکته جالبی که وجود داشت اینجا این بود که تقریبا ما میتونیم بگیم که 3 نوع کج شدگی رو توی محدوده، یعنی اومدیم زاویه شیب این سنگ ها رو بررسی کردیم، 3 تا پیک به ما میداد. این زاویه شیب این سنگ قبرها 3 تا پیک به ما میداد. یه پیکش تقریبا قائم بود، یعنی نشون میداد که این سنگ قبرها تغییر نکردن. مثلا قبرهایی که توی بازه 50 سال اخیر 100 سال اخیر اونجا به وجود اومدن، اینا هیچ گونه تغییری توی سنگ قبرشون ایجاد نشده. یه سری از این سنگ قبرهای تقریبا زاویه حدود 70 درجه پیدا کرده بودن، یعنی از قائم به 70 درجه رسیده بودن. باز دیگه تعداد این سنگ وقتی شیب کم میشد، تعداد سنگ قبرهایی که مثلا شیب 50 درجه پیدا میکردن خیلی کم میشد. باز دوباره تو 30 درجه یه سری سنگ قبرها زاویه حدود 30 درجه داشتن، حدود 30 تا 40 درجه داشتن، یعنی افقی تر بودن. در واقع ما استدلالمون اینجا این بود که توی اون محدوده 2 بار قبلا زمین لرزش اتفاق افتاده. قبل از این زمین لرزش اخیر 2 بار زمین لرزش اتفاق افتاده. یه بار زمین لرزش باعث شده که مثلا شیب این سنگ قبرها مثلا از 90 درجه به 70 درجه برسه. باز یه بار دیگه ایجاد شده سنگ قبرهایی که قائم بودن رو از 90 درجه به 70 درجه رسونده. اونایی که 70 درجه بودن رو از 70 درجه به حدود 30 40 درجه رسونده. یعنی حدود 2 بار میتونیم بگیم 2 بار آثار در واقع زمین لرزش توی این سنگ قبرها دیده میشه و اینو به عنوان استدلال جالبی توی این محدوده ما پیدا کردیم که در واقع نشون میده توی محدوده زمین لرزش اتفاق افتاده. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، من البته توی این اسلایدم نیاوردم ولی خب باز به نظرم جالب بود. من خیلی کلی به این موضوع
اشاره میکنم. توی اون محدوده‌ای که ما کار کردیم، توی محدوده‌ای که ما کار کردیم یک سری حالا تپه یا تلهایی از سنگ بود. یعنی توی زمانهای گذشته در واقع انسان‌ها دقیقاً توی همون محدوده هایی که شیب خیلی کمی داشت، شیب مسطحی داشت، توی اون قسمت ها انسان ها برای اینکه محیط زندگی خودشون رو هموار کنن، سنگایی که توی محیط زندگیشون بوده رو جمع کردن، یه جا اونو انباشت کردن. یعنی یه جا نه، همینجوری در واقع تپه که نه، حالا نمیدونم اصطلاح علمیشون دقیقاً چیه، اصطلاح کردی تو محدود کردی بهش میگن کلک. حالا نمیدونم، شاید بعضی از دوستان هم با این واژه آشنا باشن. اینها در واقع انسان‌ها در زمان‌های گذشته برای اینکه محیط زندگی خودشون رو هموار کنن، اومدن این سنگ‌ها رو از محیط زندگی خودشون خارج کردن، به صورت قسمت‌های مشخص اینها رو انباشت کردن. حالا چه اتفاقی افتاده بود توی اینها؟ خیلی جالب بود توی این در واقع انباشت‌های سنگ و قلب سنگ‌هایی که وجود داشت. خیلی جالب بود. بعضی از این حالا تله‌های قلب سنگی دقیقاً روی سطح زمین بودن و هیچ اتفاقی براشون نیفتاده بود. اما بعضی از این تله‌های قلب سنگی داخل زمین فرو رفته بودن. یعنی دقیقاً شکاف دقیقاً روی اون تله‌های قلب سنگی اتفاق افتاده بود و اون تل یا حالا تپه یا مجموعه قلب سنگ‌ها داخل اون شکاف فرو رفته بودن و حتی بعضی جاها نصفش داخل زمین فرو رفته بود، نصفش باقی مونده بود. حالا من اینو تصویرش رو نیاوردم، متاسفانه خاطرم نبود که تصویر اینها رو بیارم. و به عنوان یک نشانه جالب که توی اون محدوده قبلا باز هم زمین لرزش اتفاق افتاده، باز هم زمین اونجا شکافته شده زمانهای گذشته. حداقل میتونیم بگیم توی اون محدوده 2 بار قبلا زمین لرزش اتفاق افتاده. یعنی در زمانهای گذشته. این که زمانش رو بخوایم تشخیص بدیم نیاز به سنسنجی داره، نیاز به کارهای دقیق‌تر داره، اما بر اساس شواهدی که ما به دست آوردیم حداقل 2 بار تو اون محدوده قبلا زمین لرزش اتفاق افتاده. این یک مجموع خلاصه‌ای بود از اون اطلاعاتی که ما توی این پژوهش حالا در خصوص زمین لرزش کبود به دست آوردیم. به عنوان یک زمینشناس مهندس که سالها توی این فیلد مخاطرات کار کردم، مخاطرات زمینشناسی مخاطرات جدی هستند و متاسفانه وقتی حادث میشن که دیگه کاری نمیشه از پیش برد. یعنی مخاطرات انسانی و اقتصادی فوق‌العاده خطرناکی رو میتونن ایجاد کنن. من یک جمله ای رو که ابتدای صحبتام گفتم باز دوباره تکرار میکنم. پدیده های زمین شناسی گاهی شرایط رو برای زیست مهیا میکنن، برای زیست انسان مهیا میکنن. مثلا گسل ها میان به علت اون حفراتی که دارن باعث میشن تجمع جریان آبهای زیرزمینی اونجا بیشتر اتفاق بیفته و این باعث میشه که انسان که نیاز به آب داره در محل اون چشمه ها شروع به اسکان بکنه. اما همون چشمه خودش نشانه‌ای میتونه نه همیشه میتونه نشانه‌ای از وجود گسل باشه و گسل به عنوان یک عامل تهدیدزا برای زندگی انسان عمل میکنه. خوبه که ما اینها رو بدونیم، پدیده‌های زمین شناسی رو بشناسیم و در اسکان و در مخاطرات و در بلایای طبیعی که ممکنه برای انسان به وجود بیاد این مسائل رو در نظر بگیریم. خود زمین لرزش هم همین شرایط رو ایجاد میکنه. اول اسلایدها اگر دقت کرده باشین، زمین لرزش، قسمت بالای زمین لرزش یک شیب خیلی کمی رو ایجاد میکنه در مناطق کوهستانی. این میتونه بستر مناسبی برای ساخت و ساز باشه، بستر مناسبی برای ایجاد بناهای مسکونی باشه، اما غافل از این که اینجا روی یک توده ناپایدار قرار گرفته و هر آن ممکنه این لغزش کنه. پس لازمه که ما از گذشته درس بگیریم، دانش زمینشناسی و ژئومورفولوژی رو در شناسایی مخاطرات
به کار بگیریم و از اون مخاطرات دوری کنیم. توی همین محدوده هم یکی از چالش‌ها این بود که آیا دوباره احتمال این که زمین لرزش اونجا اتفاق بیفته وجود داره یا نه، آیا لازمه که اون روستا جابجا بشه یا نه، که حالا در مطالعات ما نشون میداد که اون باز دوباره احتمال وقوع زمین لرزش وجود داره و حالا خوشبختانه روستا تقریبا این مقدار جابجا شد و محدوده امن‌تر در واقع قرار گرفت. تو محدوده زمین لرزشی دیگه واقع نشد. من عرایزم تموم شد. اگر سوالی یا موضوعی هست من در خدمتتون هستم، میتونیم بیشتر با هم بحث کنیم. حالا اگر دکتر عزمی هم باز دستوری دارن ما در خدمتتون هستیم. ممنون آقای دکتر از نکات خوبی که گفتین. دوستان عزیز اگه کسی سوالی یا نکته‌ای داره میتونه بپرسه، دستشو بلند کنه، من میکروفونشو فعال میکنم. از دوستان اگه کسی سوالی به ذهنش میرسه. تا حالا بچه ها بخوان فکر کنن سوالی مطرح کنن، آیا دکتر پس این دیگه من متوجه شدم میتونیم ما زمین لرزه ها رو هم یکی از عوامل شکلی سکونتگاه ها توی ایران بدونیم؟ یعنی چنین ادعایی میشه کرد؟ بله دقیقا همین موضوع هست. زمین لرزش یه بستر کاملا مسطحی رو توی قسمت بالای دامنه ها ایجاد میکنه و حتی خیلی از پروژه های مهندسی ما مثل جاده سازی که توی مناطق کوهستانی عبور میکنه، وقتی به این شیب‌های مسطح میخوره به عنوان یک گزینه اولیه مناسب مطرح میشه. ولی خب اون گزینه مناسبی نیست. در واقع بعد از لرزش میتونه مشکل ایجاد کنه. توی سکونتگاه هم دقیقا همین اتفاقات افتاده. تو خیلی از جاهایی که خصوصا توی مناطق روستایی، چون زمین لرزش‌ها عموما تو مناطق کوهستانیه، تو روستاها هم خیلی جمعیت زیادی ندارن، توی خیلی مناطق کوهستانی میتونن در واقع شکل بگیرن و خیلی از این سکونتگاه اولیه دقیقاً روی قسمت بالای اون زمین لرزش قرار گرفتن. اگه زمین لرزش بزرگم باشه که دیگه کل روستا توی اون محدوده قرار گرفت. ما نمونه هایی هم داشتیم توی گیلان غرب، یه روستایی بود به اسم روستای زرور اگه اشتباه نکنم، دقیقاً توی یک محدوده زمین لرزشی قرار گرفته بود و زمین لرزش باز اتفاق افتاد. یعنی اونجا دقیقاً زمین لرزش از وسط روستا رو دو نصف کرد. حالا خیلی هم جابجا نشد ولی در حد چند متری اتفاق افتاد و یک شکاف بزرگی توی روستا ایجاد کرد. بله میشه گفت خیلی از این روستاها وقتی که دنبال یک فضای مناسب، یک فضای مسطح میگردن، میرن دنبال همین زمین لرزش هایی که هستش و اینا میتونه به شدت خطرناک و آسیبزا باشه. ممنونم آقای دکتر. دوستان عزیز کسی سوالی نداره؟ آقای بازی دستشون رو بلند کردن، آقای احمد بازی. آقای بازی من میکروفونتون رو فعال میکنم، اگه سوالی خواهش کنم بفرمایید. به نام خدا عرض سلام دارم. صدام هست؟ بله آقای بازی. سلام میگم به شما جناب دکتر و تبریک میگم برای انتخاب موضوع خیلی خوبتون. به حضار محترمم سلام میکنم. من بازگیر هستم از گروه منابع طبیعی دانشگاه رازی. عرض کنم خدمتون، فقط میخواستم تشکر کنم. موضوع جالبی بود. من تا حالا به این قضیه فکر نکرده بودم که زمین لرزش ها چقدر میتونن روی پوشش گیاهی تأثیر بذارن و من از این دیدمش و برام خیلی جالب بود. صرفا میخواستم تشکر کنم و بگم باب جدیدی برای ما باز شد، یا حداقل ذهن من باز شد که بتونیم روی موضوع بیشتر کار کنیم که چقدر روی پوشش های گیاهی میتونه زمین لرزش ها، حالا چه تغییرشون، چه میتونه آسیب هایی که بزنه و در چه سطحی میتونه باشه. از این من دیدمش خیلی برام جالب بود. متشکرم. ممنون آیه بازگیر عزیز. ما هم واقعیتش تمایل داریم، چون ما واقعیتش تو اون زمینه ذره تخصصمون کمتره، یعنی خیلی تو بحث پوشش گیاهی یا اطلاعاتمون بالا نیست. صرفا در همین حد یه استنباطات شخصی خودمون رو داریم
و من خودم شخصا تمایل دارم که وارد پژوهش‌هایی بشم که در واقع دوستان منابع طبیعی هم باشن و از این دید به مسئله نگاه بشه و فکر میکنم نکات جالبتری حالا با حضور مثلا دوستان منابع طبیعی از این قضیه در میاد. یعنی شاید اونها موضوع رو خیلی عمیق‌تر و علمی‌تر بررسی بکنن. فکر کنم تلفیق این دوتا موضوع میتونه جالب باشه. حالا اگر یک بله بله خیلی زمانی تو کمک این کنه. زمینه خواستین کار کنیم ما در خدمتتون هستیم و تمایلی هم سلامت باشید. وجود داره. خیلی برای خودم هم جالب بود. انشالله فرصتی باشه در این. سپاس از شما. شب شما بخیر. خواهش میکنم. شب شما بخیر. منم سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. من اسامی که نگاه میکنم آقای دکتر اکملی هم تشریف دارم، بهشون هم خیلی مقدم میگم امیدوارم خوب سلامت باشن از خوب زیست شناسی. و حالا من حالا ممکنم نشناسم بعضی از این عزیزان رو، اسمشون رو میبینم، ولی به حال جلسه خوب بود. من از آقای دکتر سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر اکملی شما اگه صحبت دارین باعث افتخار شما صحبت کنید. نکته مثل من هم میکروفون شما رو هم فعال کنم. ممنونم که تشریف آوردین. خب دانشجو عزیزم سوالی نداره نه؟ بسیار خب اگه بحث سوالی نیست ما جلسه رو ببندیم. خب شب خوبی داشته باشید، آدینه خوبی داشته باشید. برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. سپاسگزارم از آقای دکتر بهرامی بزرگوار که حضور داشتن و به ما کمک کردن که تو این حوزه هم اطلاعات دانشی داشته باشیم. شبتون بخیر دوستان. خدا نگهدارتون. شبتون بخیر. خداحافظ.